إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی برنامه قهرمانان، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با قسمت جدید برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستم. اگر فراموش نکرده باشید، در قسمت گذشته برنامه قهرمانان ما در مورد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله، ابرمرد تاریخ اسلام، یکی از کسانی که خلافت ایشان را تعداد از مورخین ضمن خلافت راشده شماریدن و حساب کردن. ما گفتیم که عمر بن عبدالعزیز از امارت مدینه منوره عزل شدن، برطرف شدن و عمر بن عبدالعزیز اشکریزان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم را ودا گفتند. البته ساکنان شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم، مردم مدینه نیز این امیر عادلشان را با اشکها ودا گفتند و با ایشان خداحافظی کردند. عمر بن عبدالعزیز رفتند به دمشق و در کنار خلیفه وقت ولید بن عبدالملک تا وفات ایشان باقی ماندند. و بعد از وفات ولید بن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک خلیفه مسلمانان شد. سلیمان ابن عبدالملک یکی از خلفای معروف بنو امیه هست و خدمات شایان شان بر اسلام و مسلمانان انجام دادن. با آنکه تعداد میآیند و سعی میکنند بالای خاندان بنو امیه هجوم بکنن، حمله بکنن و یا نقد بکنن، بدون شک آنها کور خواندن. بدون شک هر حکومت و هر دولت مشکلات خود می داشته باشه، چون اینها معصوم نبودن، اما در مجموع خدماتی را که خلافت بنو امیه، خاندان بنو امیه بر اسلام و مسلمانان کردند، فتوحات اسلامی را تا جایی که در زمان خلافت بنو امیه رسیده، بعد از آن مسلمانان یک وجب زمین را نه تنها فتح نکردند، بلکه زمین‌های فراوان، کشورها و منطقه‌های فراوان، شهرهای فراوان را مسلمان‌ها بعد از تمام شدن خلافت بنو امیه از دست دادن. میدونید که ما در اندلس مسلمان‌ها 800 سال، 8 قرن حکومت کردیم. این حکومت مرهون منت، مرهون احسان خانواده بنو امیه بود که اسلام را تا قلب اروپا رسانیدن. اما امروز تعداد میآیند تیرهای زهرآگین خویش را متوجه این خانواده و این خاندان که بر اسلام و مسلمان ها خدمات شایانه کردن متوجه می سازند. واقعا ظلم هست اگر ما احسانات و نیکی ها و نعمت هایی که خاندان بنو امیه بر بالای امت اسلامی دارند را نادیده بگیریم، فراموش بکنیم. ظلم هست، واقعا ظلم هست. اما نمیگوییم که ایشان معصوم بودن، از ایشان اشتباهات نشده. بدون شک والی های ظالم مثل حجاج ابن یوسف بود، عبیدالله ابن زیاد والی دیگری بود، از ایشان اشتباهات سر زده، اما هیچگاه این اشتباهات به آن حدی نیست که ما نیکی های آنها را فراموش بکنیم. باید عدل و انصاف را مراعات بکنیم. از جمله آن خلفایی که در زمانشان واقعا اسلام به اوج عزت و قدرت خود رسید، عهد سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان بود. میگویند یک وقت سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان 100,000 لشکر بری و بحری جمع کرده بود تا بالای قسطنطینیه یا استانبول امروزی حمله آور شود. یعنی
اسلام اوج عزت و قوت خود را در زمان خلافت بنو امیه کسب کرد و تجربه کرد و دید. خب نیکی ها و خدماتی که منسوب به سلیمان ابن عبدالملک شود جا دارد که ما فراموش نکنیم عمر ابن عبدالعزیز در آن خدمات و در آن نیکی هایی که از سلیمان ابن عبدالملک صورت گرفته شریک و سهم است. زیرا وقتی که سلیمان خلیفه می شود و ولید ابن عبدالملک وفات می کند و سلیمان بر تخت خلافت می نشیند، می گوید ای عمر ابن عبدالعزیز که پسر عمویش نیز هست و در این حال دامادشان هست، چون خواهر سلیمان ابن عبدالملک خانم عمر ابن عبدالعزیز هست، گفت یا ابا حفص إنا ولينا ما قد ترى فما رأيت من مصلحة العامة فمر به. گفت ای پسر عمویم، ای عمر، ای ابا حفص، حالا میبینی که این مسئولیت بزرگ خلافت بر شانه های من آمده است. لطفاً هر چیزی را که میبینی به مصلحت عامه هست به من مشوره بده و به من امر بکن. همین بود که سلیمان ابن عبدالملک در هر امر کوچک و بزرگ سعی میکرد از عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مشوره بگیرد و بناهن عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله در زمان خلافت سلیمان ابن عبدالملک به عنوان مشاور خاص، به عنوان وزیر خاص دوش و کنار خلیفه مسلمانان سلیمان ابن عبدالملک قرار داشت. به همین خاطر کارهای شایان شان از سلیمان ابن عبدالملک صورت گرفت. از جمله کارهایی که در زمان خلافت سلیمان ابن عبدالملک شد و ما او را از احسانات عمر ابن عبدالعزیز میشماریم، عزل و برطرف نمودن والیان ظالم حجاج بود. حجاج سعی میکرد در هر شهر، در هر ولایت شخص مانند خودش ظالمی را امیر و والی تعیین بکند و بالای مردم و بالای رعیت ظلم صورت بگیرد. وقتی که سلیمان خلیفه می شود، عمر بن عبدالعزیز اولین مشوره‌ای که به سلیمان می دهد که همین است، می گوید اولا این حجاج والیان و امیران ظالمی را که بر مسلمانان و بر امتیان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعیین و نصب کرده است، آنها را برطرف کند. و همچنان قبل از سلیمان بن عبدالملک خلیفه های گذشته بنو امیه نمازها را وقتش را تأخیر کرده بودند، در آخر وقت نمازها را برده بودند. اینجا عمر بن عبدالعزیز از خلیفه وقت سلیمان بن عبدالملک خواست که نمازها را به اول وقتشان برگردانند، زیرا خواندن نماز در اول وقت این مطلوب شرعی هست و افضل هست. از جمله داستان‌هایی که عمر بن عبدالعزیز با سلیمان بن عبدالملک در آن شریک هستند، گفته می شود که سلیمان بن عبدالملک در یک سفر عمر بن عبدالعزیز را با خود داشت و می رفتند. ناگهان صدای رعد و برق تند و تیزی آمد و سلیمان بن عبدالملک خیلی ترسید، وحشت گرفت از این رعد و برق های عجیب و غریبی. عمر بن عبدالعزیز گفت ای سلیمان، این رعد و برق نعمت است، بارش نعمت میبارد و تو از اینقدر خوف زده شدی، ترسیدی. اگر رعد و برق بارش عذاب بیاید آنگاه چی خواهید کرد؟ آنگاه چی میکنی؟ همین بود که سلیمان بن عبدالملک از ترس و خوف این رعد و برق اعلان کرد که 100,000 درهم صدقه دهد. عمر بن عبدالعزیز گفت نه ای سلیمان، این 100,000 درهم صدقه میدهی از بیت المال مسلمانان، این چی است؟ این که کار بزرگی نیست. اگر میخواهی واقعا مانع آمدن عذاب الهی شوی، برو دنبال ظالمین، حق مظلومین را از ظالمین بگیر. در اطراف تو اشخاصی هستند، والی ها و امیرهایی هستند که بر رعیت هایشان ظلم میکنن. به جای صدقه دادن 100,000 درهم و 100,000 دینار، برو حق مظلومین را از ظالمین بگیر، چون هیچ فاصله میان دعای مظلوم و نازل شدن عذاب الهی وجود نداره. وقتی که مظلوم دست بلند میکنه و پیش خداوند از خداوند کمک میخواه، آنگاه
دعای مظلوم قبول می شود. همچنان در زمان خلافت سلیمان بن عبدالملک داستان دیگری هم جالب است که خدمتتان به عرض برسانم. سلیمان بن عبدالملک با عمر بن عبدالعزیز که مشاور خاصش است رفتن به سفر حج. در میدان عرفات در سرزمین عرفه وقتی که سلیمان بن عبدالملک تعداد حجاج را دید، مثل سیل خروشان حجاج بیت الله حرام در سرزمین عرفات در روز عرفه مصروف دعا و نیایش هستند. وقتی که این جمع غفیری حجاج بیت الله را سلیمان بن عبدالملک دید، خوشحال شد، افتخار کرد، گفت ای عمر ببین به حجاج بیت الله که ماشاءالله چقدر زیاد هستند در عهد و زمان خلافت من. عمر گفت ای سلیمان زیاد خوشحال نباش، افتخار هم نکن. این جمع غفیری که میبینی، این حجاج هنگفته که در سرزمین عرفات میبینی، اینها همه مسئولیت هستند. امروز اینها رعیت تو هستند، فردا در روز قیامت گریبانگیر تو خواهند بود. حق اینها را ادا بکن، به کثرت اینها افتخار نکن، چون اینها هر قدری که زیاد شود در روز قیامت همان قدر گریبانگیرها زیاد خواهند شد. اینها هر کدامشان به عنوان رعیت تو در روز قیامت از تو محاسبه میخواهند و خداوند در مقابل هر فرد این ملت و این امت اسلامی از تو سوال خواهد کرد. اینجا سلیمان بن عبدالملک آبی دیده شد، اشکهایش جاری شد و گفت بالله استعین، از خداوند کمک میخواهم که در انجام و اجرای این مسئولیت بزرگی که بر شانه های من گذاشته است، از الله کمک میخواهم که من را کمک کند. این گونه عهد سلیمان بن عبدالملک مملو از خدمات و فتوحات و نشر علم و دین و اینها بود. این همه یکی از خدمات عمر بن عبدالعزیز نیز محسوب می شوند، چون به عنوان مشاور خاص، به عنوان وزیر خاص کنار خلیفه مسلمانان سلیمان بن عبدالملک قرار داشت. سلیمان بن عبدالملک وقتی که وفاتش نزدیک شد در سال 99 هجری، آخرین سال قرن اول هجری، رجا ابن حیوه الکندی یکی از علمای معروف آن زمان، او نیز از مشاوران خاص سلیمان ابن عبدالملک و از قاضیان خاص سلیمان ابن عبدالملک بود. با او گفت که میخواهم فرزندم را به ولیعهدی تعیین بکنم. گفت نخیر، فرزندت خرد است، نوجوان هست، مردم شورش خواهند کرد. گفت خیر فلان را. گفت نخیر، این هم به صلاح نیست. به هر حال از خاندان بنو امیه، از فرزند خود و فرزندان ولید بن عبدالملک به چند کسی که اشاره کرد، رجا ابن حیوه کندی گفت نخیر. اینجا سلیمان گفت که پس نظرت در مورد عمر بن عبدالعزیز چیست که او را به عنوان خلیفه تعیین کنم و جانشین خود بگردانم؟ اینجا رجا ابن حیوه گفت اصبت ای امیر المؤمنین، حالا درست فیصله کردی و باید هم بعد از خودت عمر بن عبدالعزیز را به عنوان خلیفه مسلمانان و جانشین خود تعیین بکنی. اینجاست که ابن سیرین رحمه الله، یکی از تابعین معروف، میفرماید، میگوید یرحم الله سلیمان افتتح خلافته باحیاء الصلاة و اختتمها باستخلافه عمر بن عبدالعزیز. ابن سیرین همیشه میگفت که الله سلیمان ابن عبدالملک را رحم کند، الله سلیمان ابن عبدالملک را رحم کند، چون آغاز خلافت خیش را با زنده کردن نماز، یعنی نماز را زنده چی؟ نماز در آخر وقت بود، به اول وقت برگرداند. آغاز خلافت خود را با آوردن نماز در اول وقت آغاز کرد و خلافت خیش را با جانشینی عمر بن عبدالعزیز به پایان رساند. واقعا
این دو حسنه و دو نیکی بود که سلیمان ابن عبدالملک انجام داد. آغاز خلافت خیش را با آوردن نماز بر اول وقتشان آغاز کرد. وقتی که از دنیا وفات می کرد به عنوان جانشین و خلیفه مسلمانان عمر ابن عبدالعزیز را تعیین کرد. اینجا در سال 99 هجری سلیمان ابن عبدالملک وفات کرد و جنازه او را، نماز جنازه او را عمر ابن عبدالعزیز ادا کرد. و به خاطر خاموشی بقیه فرزندان بنو امیه یزید ابن عبدالملک را بعد از عمر ابن عبدالعزیز جانشین تعیین کرد تا خاندان بنو امیه، فرزندان عبدالملک، فرزندان ولید شورش نکنند علیه عمر ابن عبدالعزیز. البته این وصیت‌نامه سلیمان ابن عبدالملک در ورق نوشته شد و سلیمان ابن عبدالملک او را گرفت، مردم را آورد جمع کرد بعد از وفات سلیمان ابن عبدالملک. حالا مردم نمیدانند که چه جریان دارد. آمد اعلان کرد، خط را باز کرد، وصیت خلیفه را برشان ابلاغ کرد که خلیفه از شما عهد گرفته است، در این وصیت هر کسی را که جانشین تعیین کرده است باید به آن بیعت کنید. اینجا مردم همه بیعت کردند، اما نمیفهمیدند که چه کسی را سلیمان بن عبدالملک خلیفه و جانشین تعیین کرده است. مردم قبل از این که نام را بفهمند گفتن هر کسی را که سلیمان بن عبدالملک در این وصیت نامه و در این نامه به عنوان جانشین و خلیفه تعیین کرده و انتخاب کرده است ما به او بیعت میکنیم. اینجا رجاء ابن حیوه الکندی گفت پس سلیمان بن عبدالملک وفات کرده است و در این وصیت از شما عهد گرفته است که به عمر ابن عبدالعزیز بعد از او بیعت بکنید و بعد از عمر ابن عبدالعزیز جانشینی او یزید ابن عبدالملک خواهد بود. اینجا یکی از فرزندان عبدالملک به نام هشام ابن عبدالملک بلند شد گفت نه والله، چون قبلا فکر میکرد که شاید جانشین سلیمان از فرزندان عبدالملک کسی باشد، خودش باشه یا کسی دیگه از برادرانش باشه. هیچ توقع نمیکردند که عمر ابن عبدالعزیز که پسر عموشان هست او خلیفه تعیین شود. او گفت به خدا قسم بیعت نمیکنم. اینجا مردم بلند شدن گفتن یا هشام، یا اینکه به عمر ابن عبدالعزیز به عنوان خلیفه و جانشین سلیمان ابن عبدالملک بیعت میکنی یا ما گردن تو را خواهیم زد. همین بود که او نیز خاموش شد و مردم در دمشق خوشخوشان به عمر ابن عبدالعزیز بیعت کردند. این گونه عمر ابن عبدالعزیز به عنوان خلیفه مسلمانان تعیین شد. اینجا بلند شد عمر ابن عبدالعزیز به خاطر بیعت گرفتن بر منبر. بعد از اینکه بیعت گرفته شد و عمر ابن عبدالعزیز خلیفه مسلمان ها شد، بلند شد بر منبر و خطبه معروف خود را داد. بلند شد گفت ای مردم، این مسئولیت به دوش من سپرده شده، من نخواسته بودم، این تقاضای من نبود و با شما مسلمان ها نیز مشوره‌ای در این مورد نشده است. پس من آن بیعتی که شما به من کردین را از گردن خود دور میکنم، شما را آزاد میکنم. من به عنوان خلیفه شما نیستم. شما هر کسی را که خلیفه انتخاب میکنید من به عنوان یک فرد از این امت بیعت خواهم کرد. اینجا بود که مردم بلند شدن، با صدای بلند گفتن که قد اخترناک یا امیر المؤمنین و رضینا بک فول امرنا بالیمن والبرکه. مردم با صدای بلند شدن گفتن نخیر ای امیر المؤمنین، ما تو را اختیار کردیم و راضی هستیم با خلافت و ولایت تو، به تو بیعت میکنیم، پس این کار را با نام خدا آغاز بکن. اینجا عمر بن عبدالعزیز دید که مردم دیگه او را نمیگذارند. حالا این مسئولیت بزرگ و این بار عظیم بر شانه های ضعیف عمر بن عبدالعزیز وارد شده است. عمر بن عبدالعزیز اینجا مجبور شد که خلافت را قبول بکند و به عنوان خلیفه مسلمانان روش و طریقه عمر بن خطاب رضی الله عنه، بابا بزرگش است، پدر بزرگش است، از طرف مادر بزرگشان هست که ما گفتیم که مادر عمر بن عبدالعزیز نواسه عمر رضی الله عنه می باشند. روش
عمر بن خطاب رضی الله عنه را در خلافت انتخاب کردند، اختیار کردند و طبق عمر رضی الله عنه خلافت را آغاز کردند. وقت برنامه ما به پایان رسیده. تا قسمت بعدی، الله یارا مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. إننا الأبطال لا نحني الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس. خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا. اذكر الصديق فخرا وابن عفان، ألب أرسلان والفاتيح عثمان، وابنتا شفين والغازي سليمان. اسأل الرومان عنهم والمجوسا. إننا الأبطال، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، نحمي الرؤوس.